امروز در این وچراتان راضی شوه فردا پس فردا ان همین بالا بالاتان بیاد. الکاید من شنیدم گارکی اروسا الکاید در چاجکای ما بود است. رستوران ها دو توی میکردین جوانای حیوان مجازی ما رفیقاشان در اونجا گارکی میگفتن این عروس بوسه میکرد در پیش بسیاری بچی تاجیک با بطور شوی مسلمان های عروس در بین بسیاری بوسه میکنه. من حیوانیتی نیست. بنابراین عزیزان من این توی ها از اسلام نیست. در توی ها عرق دادن اینم از اسلام نیست. توی عبادت است، توی سنت است. باید ما این عبادت این سنت بر وفق شریعت گذرانیم. غذا خورند یک کسی خوب یا دایره زند یا رباب گیرد یگان نهت خواند یگان سخنای اخلاقی خواند. آخر یک شعر خواندن در گارکی وای اخلاق داشته باشد وای برای شنونده یک تاثیر فایده‌ناک داشته باشد. یک خانه غزل زرن اما در توی رقاصه بیاریم پول داده و ارگوش رو بدو جوانای مست آنه درگیر دیوای حیوحی کنند. مگر این غضب خدا نیست؟ این لعنت خدا نیست؟ حالا در فتواها میگوید که تا کسی یک زنه که بر بیرون رقص برارد بین مردم رقص برارد کسی که تماشا میکند همش در لعنت خدا گرفتار میشود. حتی صاحبی مسلک میگوید که از یک زنی رقاصه رو در میدان در آوردن اهل همین محله رو هم برشه کسی کشد به گناه کشد. گناه این قاتل آسان تر است از گناه این دیدن. زیرا که وای همه شهید شدن قاتل خودش گناهگار اما این زنی بدبختی رقاصه همین تماشا بینا رو در عذاب خدا گرفتار کرد. عزیزان من این چشمای شما صاحب دارد. این چشم خدایی که به اختیار تو داده است پول ندادیش. برای یک پردی چشمک تو گرفتن میبری $1000 میتی. برای یک عینک گرفتن میری $300 میتی. این چشمی که خدا به تو داده است به هیچی و به پول خیال میکنی تو زنکای رقاصه رو تماشا میکنی پگه این چشم